سلام دوستای عزیز، انشالله که هر جا باشین جور صحتمند باشین. دوستای عزیز، یک دوست مو لباس سفارش داده بود از کشور کانادا. لباسش آماده شده بود، خواستم ویدیو بگیرم، شاید خودشم ببینه. لباسش آماده شده، به خاطر از گفتم شما ببینید. این یک شال رنگ گل خاری دیگه. دوخچی خیلی تمیز، خیلی قشنگ دیگه، خیلی یک دیزاینی در قولی مردم افغانستان نمونه گردورت مگه کوکشم کمک سخته دیگه، هر کس هم بیره نمودوزه. این یک دانه لباس گلخاری از دوست ما. نمیدانم که این دکان داره یا که برای خود سفارش داده یا که سفارش از کس گرفته یا ویش نفهم. اینش هم یک دانه لباس پنجابی. شلوار از این هم دارم کجایه شلوار. این پنجابی، البته پنجابیش پایپینگ داره، در تکه جالی گرفته. یک خن مخن اینایش هم ساده دیگه، تکش خیلی مقبوله. این تکه جدید در آماده دیگه در افغانستان. باز شلوار از این تکه آسترش یک ساتن میشه. شلوارش هم این رقم سفارش داده. البته خودونش دیزاین روان کرده بود که شلوار مرا ساده نزن. باز یک دیگه پنجابی شال شدوزی. این هم تقریبا کمرش پلیتی میشه ولی پنجابی دامنش قمیه. دری سفارش شده بودن خودونشی. این دامنش هم کار شده یا پلیت خورده. دامنش هم اینطوریه دیگه. پنجابی میشه دیگه. در رنگ یشین شال، البته پنجابی شال شدوزی. باز یک لباس دیگه هم هست پنجابی، یا تقریبا سوته یا خودونش سفارش شده بود، بعد دشی گرفتیم. اندازه خروان کرده بود، اندازهش دوختیم. یک پنجابی دیگه خیلی ظریف، خیلی مقبول، دیزاین های جدید. این پنجابیه دیگه. شلوارشی، البته شلوارای از این عکسایش خودونش روان کرده بود که شلوارای از مور ساده ندازیم. این دیزاین داره دیگه. این شاپرکی مگنطوری شلوارایشه. هم که چادرشه. باز یک پنجابی دیگه شم هست. یک سوت پنجابیه. اسایی هم یکی از پنجابیشیه، خودش البته رنگاش انتخاب کرده بود. یک سوت پنجابیه، دو تکش سادگه که خوب جنسش هم خوب شیه، در نام جنسی کرین کل مگیره. باز شلوار شده این رقمی خودش انتخاب کرده. البته اینجاش چاک خورده، مروارید کار شده، بالایش هم یک فیته. یه هم که چادرش هم خوب کلان کار شده. یک پنجابی دیگه هم ساده، خیلی ساده دیگه، تکای چیزا خالدار یا جدید دارم بالا. اینمی پنجابیشی در رنگ نسواری، فکرم که مرینه داشتی مگه مرینه خالدار. یه شلوارش هم کار شدگیه، کاتی کاتی. یه هم دیزاین جدیده دیگه. باز یک لباس دیگه هم هسته. ای ختم کردیم اینجوری فکرم یک ساعت. یک لباس دیگه هم هسته، یک لا گیره داشتی مگه جال بخمل یا تازه دارم بادا دیگه جنسایشی. جال بخمل نگینه دار یا یک لا. باز رویش یک دانه کمربند هم داره که در روی کمرش هم توری بند میشه. یک لباس دیگهش در نام خال دلار مگه که البته خودش اینطوری سفارش دادم. لباس کوتاه یه در نام خال دلار مگه. بس یک خریدار. این یک لباس جالیه در نام خال دلار که البته خودش هم رقمی خواهش کرده بود، سفارش داده در رنگ زنگالی. ایرم برش دوختیم. دیگه یک لباس دیگه هم هست ماکسی.
که تقریبا دامنش رو گفتم دوریب کنین، چون دامنش آشیادار به دوریب نشده. دامنش کلانتر زدیم در فون بالای 6 ترک برش خورده. ای جالیه. رویش هم یک کمربند خورده. خودون چی همی دیزاین خوش کردم. یعنی لباسش هم همونطور یک چیه گفتم دامر مر کلان کردین، فون برش خورده. یا شانایش هم مدل چیه مدل چیندار فونه ساده. رویش کمربند نداده، ساده. یک پنجابی که تیکش شاله، پنجابی در رنگ گلابی، ایرم خوش کرده بودن. نی البته خیلی شلوار مقبول داره، شلوارش خیلی پایچه‌اش کلانه. البته لباس برای چیز قشنگه، برای بیشتر برای روی خانه یک لباس راحتیه. شلوارش تقریبا شلوار دامنی ولی پایچه‌اش کلان میه. ای البته گفت از من زیاد کلان نکن، یک ذره شلوار از ایره از قسمتش در پایچه‌اش کات کردیم. دوباره بگیرم. بگیرید دوباره. خب دوستای عزیز، انشالله که ویدیو رو دیده باشین، خوشم آمده باشه. اگر خواستین سفارش بدین در کفشن برین، شماره واتساپ مو هست، میتونین سفارش بدین. انشالله که از ویدیو خوشم آمده باشه.